با نام و یاد خداوند متعال سخنم را آغاز می کنم. بنده سید محمد سید خراسانی، سرهنگ دوم مستعفی نهاجا، که در گزارش استعفای خودم نوشتم به علت ظلم و ستمی که به چشم خودم دیدم، خدمت در ارتش خدمت به مردم ایران نمی باشد و حقوقم حرام می باشد و سالها مورد اذیت و آزار امنیتی نظام جمهوری اسلامی واقع شدم. حدود 1 سال قبل نامه‌ای برای بیت رهبری ارسال کردم و آن را در فضای مجازی قرار دادم. اکنون تصمیم دارم کل نامه را بخش بخش در ویدیوهای مختلف برایتان بخوانم. بخش اول آن نامه در این ویدیو می باشد. شروع نامه این شکلیه: از سرباز ملت ایران و سرباز انسانیت، سرهنگ دوم مستعفی نهاجا سید محمد سید خراسانی، به ولی مطلقی فقیه ظالم و ستمگر. موضوع: در جهان هستی هر دو پایانی دارند، چه آه مظلوم چه ظلم ظالم. یه مقدمه این نامه داره که اینجا نمیخونم و اون بخشی که مربوط به ولی مطلقی فقیه ظالم و ستمگر هست رو میخونم. ولی مطلقی فقیه ظالم و ستمگر: چرا کودکان کار در ایران گرسنه میخوابند؟ ولی مطلقی فقیه ظالم و ستمگر: چرا کودکان سیستان و بلوچستان در سرزمین مادری خودشان گرسنه میخوابند؟ ولی مطلقی فقیه ظالم و ستمگر: چرا جوانان مرزنشین عزیز به دلیل مدیریت اشتباه نظام شما بیکار هستند و به جهت انجام شغل‌هایی از قبیل کولبری و سوختبری مجبور به از دست دادن جان عزیزشان در کوه‌ها و دره‌های خطرناک هستند؟ ولی مطلقه فقیه ظالم و ستمگر: چرا اقوام گوناگون غیور و عزیز کشورمان احساس تبعیض و بیگانگی در کشور خودشان دارند؟ ولی مطلقه فقیه ظالم و ستمگر: چرا زنان کشورمان به دلیل شیوه پوشش خودشان سالها به زندان افکنده می شوند، یا نابینا، یا نقص عضو، یا کشته می شوند؟ ولی مطلقه فقیه ظالم و ستمگر: چرا برخی از جوانان وطن برای اعتراض به نظام شما در خیابان‌های کشور جانشان یا بینایی خودشان را از دست می‌دهند؟ این پایان ویدیوی اول می باشد و در ویدیوهای بعدی بخش‌های دیگه نامه هم براتون خونده میشه. با تشکر.